صحابه ها و بعض تابعین را خواندم که روزه ها خیلی اجر زیاد دارد. یعنی گرفتن روزه ها برای ثواب برابر روزه نافله 1 سال و زیاد است. خیلی روزه ها ثواب زیاد دارد، علل خصوص دعای روزه دار که اجابت است. و واذکر الله فی ایام معدودت میگوید الله، در روایت دیگر معلومات آمده است. و همین روزها روزهای باشماری هستند که خیلی زود میگذرن، علل خصوص که ما فقط 9 روز روزه میداریم و 10م روز الکی روز عید است. در این روزها تو میتوانید زبان خود را با استغفار، با لا اله الا الله، با سبحان الله و با هرچی از کلمه هایی هست که رضاگی الله در آن است بگذرانیم. و کاش ختم قرآنمان هم در این روزهای بهترین که خیلی گفتم سیزان عبادت است، ختم قرآنمان هم در این روزها میشد. پس عزیزان خواستم شما را هم خود را یادآور کنم که الان من شما